ما خداوند ما را قدرت داده که نخمه براییم شما را میفهمونه شما ما را آزاد منه مردم شریف تاجیک ما شما را نه شما ما را آزاد منه من نمیدونم که تاجیکستان شما را آزاد میکنن در مردم تاجیکستان میخواد انقلاب میکنن ما را دعوت میکنن ما میره تا باید انقلاب کردن ما را میفهمونیم و که انقلاب میکنن مقصد که شما این کارا را باید حکومت میکنن نفهمیدم میگم مردم تاجیکستان انقلاب میکنن خود در اونجا میره حکومت میکنی کیف تفاهم میکنه خیلی همون خیلی شما که دیگه ما نداریم همون امکانیت ما عقلمون نمیگیره ما دینی نیستیم ما تصوراتمون ای دین و حدیث و آیات خیلی ما دوریم من نماز نمیخونم نماز روزه هم نمیخونم برو همون را لا اله الا الله تقوی پایم دینی را شما شیطان را جزیر کردگی بابا که همون را بابا که برادر عزیز بیا همین در من ندونم که معنی لا اله الا الله چی بود یکی من اسپیچال نگفتمش که نمیدونم من ندونم من خوب پروا ندارم معنی لا اله نیست میگه همین لا اله الا الله مثلا برادر عزیز من نمیخوام درباره همین اسلامی قطعیت بحث کنم میفهمی طاغوت پرستی مشرک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم